خیلی خوب آقا، امروز من یه موضوعی آوردم. قرمز آبی. بله. سلام علیکم. RGB. سلام علیکم. امروز یه موضوعی که از قبل من آماده کرده بودم و باهاتون در میون بذارم ببینیم چی داریم تو چند تا. آدمای ضعیف در قبل آماده می‌کنه. من درجا. بگم نشان بدم نشان ندم. باید امتحان کنید. آقا یه موضوع چالشی بیار. من نمیمونم اون یک موضوعی که من ساخته شدم باید بده. خب بگو. خواب به جمال خواب و خوابیدن. خب من از 6 سالگی تو قسمت فوبیا ها نمیدونم حالا قبل این بخش یا بعد این بستگی به پرودوسرامون داره. یه کننده ها چی بگن؟ هالیوود. گفتم که کابوس دریا و اقیانوس و کوسه میبینم و این مورد این پپسی و کوسه رو تو همه چیز میاری. من دارم میگم در مورد خواب دیگه. همونم خواب بودی چی کنم این کوسه دیگه خودم بده. و این موضوع باید شد که من بچگی خواب درست ندارم. خب مثلا من 6 سالگی مثلا شبا نمیخوام واجه واقعی بشی. تو میتونی خودت خداییش؟ نه کارتون نمو رو دیدی؟ واقعا میترسیدم بچگی میدیدم اونا. خیلی ترسناک بود. کوسه ترسناک بود. کوسه خداییش ترسناک بود. خیلی گوگلی مگلو. جدی میگم یه با کوسه رو بروشی که چی بشه؟ درس بریزی دیگه. چی بریزه بعدتر میرنم تو خودم. نمیتونم بخوابم. این تو این قفصا میذارم کوسه نه آقا دلیل اصلی این که این خوابی تو بچگیم داشتم این بود که مثلا شروعش از این داستان بود. بعدن دیگه مثلا این کابوس هم که از بین رفت دیگه موند روی من مثلا بیخوابی. در اصل ما یک کوسه می‌بینیم. اول خواب بود بعدن که ما بیرون. خلاصه من 6 سالگیم شبا نمیخوابیدم. یعنی مثلا صبح میخوابیدم تا مثلا ظهر که مثلا بیدار شدم و فلان اینا. بعد رفتم مدرسه حتی مثلا 4 5 صبح میخوابیدم تا 7 8 مثلا 2 3 ساعت دوباره بلند میشم. دانشگاه همین وضعیت بود. اصلا نمیخوابیدم دیگه بلند میشدم میرفتم و فلان و اینا. خلاصه من با خواب خیلی درگیرم. یعنی مثلا یه چیز افتضاحی. اصلا خوابیدن بدم میاد انگار. دوست ندارم بخوابم. میخوابی دوست نداری بیدار شی. آفرین. مثلا میخوابم دیگه اصلا بیدار نمیشم. یعنی بعد وقتی با بیدارم کنن. الان یه ذره سبک شده خوابم ولی قبلا میگم مثلا این بادکنک بزرگا بود که روش یه مدت مات شده و میپریدی روش و فلان. یه دونه بالا سر من ترکیده بود. مثلا نفهمیدم بیدار شدم دیدم مثلا لاشش روی بدنم افتاده. این چیه اصلا افتاده. حالا میخوام ببینم شماها با خواب همچین مشکلی داری یا نداری؟ تو که راحت میخوابی نه؟ تیتراژ باید نه جدی تیتراژ دایرکتور فلان. من مشکلم با خواب منم دارم. من استارتشو مشکل دارم. یعنی خوابم نمیبره به راحتی. خوابم خیلی سبکه. یعنی راه بری من بیدار میشم. نور چی؟ نور نه با نور خیلی مشکل دارم. نور اذیت یعنی ترجیحم صداه. با نور میتونم کنار بیام ولی صدا اصلا. یا راه بری در بیرون اون یکی واحد در باز کنه فلان. نه درون ها چطوری این تو صدا میاد. نه بگم در این حد. آره سبکه خیلی سبکه. خیلی سبک. ایدم یه بار یه میرم من این تو میره سراغ پپسی و کوسه من به بچگی میرسم. بچه بودم. یه دوره بود که من خیلی فیلم ترسناک میدیدم. فیلم ترسناک میدیدم این داستانا. بعد خب این اصلا تو روان من تاثیر گذاشته بود. چرا میدیدی؟ نمیدونم اصلا کرم داشتم. مگه اونا رد سنی نداشت؟ آقا کی مثلا رد سنی نمیرسید که این میدیدیم. در واقع هم اجازه میدادن. خود مختار بودم. آره خودم رفتم ویدیو کلیپ میگرفتم نگاه میگردم. بعد ما هم بودیم دیگه. نه آقا ما مشخص نداشت. نگاه رخش نگاه رخ خود مختاره. بعد سر همین مثلا آقا یه فیلم دیده بودم یارو مثلا زیر تختش نمیدونم حالت مثلا تلس شده بود ما میومد و فلان میومد و این داستانا. بعد سر این من یه چیزی داشتم که بی مثلا انگار تیکی داشتم که باید میرفتم مثلا پتومو پس میزدم میدیدم چیزی زیرش نیست میکشیدم روم میخوابیدم. بعد به یکی میگفتم آقا برق خاموش کن.
و اینو به کسی نگفته بودم که من میترسم، خجالت میکشم اینو بگم. اولین بار میگی اینو؟ اون موقع تو بچگیش خجالت میکشم به کسی بگم من میترسم فلان اینا. بعد آقا من یادم نیستش چی شده بود، مثلا من نمیدونم مثلا چه میدونم مشقامو دیر نوشتم یه چیزی بود مثلا فلان اینا، تا بیام اون کارو مثلا انجام بدم و برم دستشویی و بیام همه برام خاموش کرده بودم، مثلا رفته بودن خوابیده بودم، من موندم و برم زیر پتو بخوابم. و بعد در دستشویی من بیرون برام خاموش فلان تا لب تخت میرفتم خوابم، من فردا باید میرفتم مدرسه، هی میرفتم تا آخر تخت نمیتونستم مثلا به این پتو دست بزنم پسش بزنم برم بخوابم. یعنی بهت بگم من نزدیک 2 ساعت و نیم اینطورا هی میرفتم تا این لب تخت، من هی راه میرفتم فلان، منتظر بودم یکی بیدار شه مثلا به بهانه آبی بخوره دستشویی بره فلان بکنه که من مثلا الکی بهانه بیارم که مثلا باهاش برم دو تا من بخوابم، بعد اون مثلا دارم باهاش حرف میزنم برم اونجا که مثلا چیز بشه. اینقدر رفتم اومدم که هی گفتم خدای چیکار کنم نکنم اینا. خب میرفتی؟ یه لحظه ها چرا نمیرفتی داخل تخته؟ نمیتونستم اون ترسه زیرش باشه. از زیر تخته میترسی یا مثلا چراغ روشن بود می‌خواستی خاموشش کنی؟ مثلا یا باید یکی باش می اونجا، مثلا که من میرفتم زیر اون نیرو با چراغ روشن بود که من میدیدم پس میدیدم بعد میکشیدم رو خودم و میگفتم چراغ خاموش کن. اینکه من مثلا بیام پتو رو پس بزنم مسیر خیلی ترسناکه، ببین چراغ خاموش کن تا بگی تو ولی میگی میرسیدم تا نمیشه. و اینکه مثلا برم پتو رو پس بزنم حالا برم برق خاموش کنم دوباره برم ببینم دوباره مثلا اونجا میترسیدم گفتم نکنم مثلا توی مسیر برم. بعد انقدر این کارو کردم و انقدر زمان گذشتش یه لحظه انگار مثلا دیدی ناخودآگاه به توی دستوری میداد تو پشت بکنم چی شد یهو حال من تا اینجا تو ترس بودم داشتم میبردم یهو اصلا انگار مغزم من دستوری که برو بخواب بکنم زیر نزن یهو این شکلی شده رو رفتم توی پاترو کشتم چرا محمد اینجا حالا از این ترسیده بودم که اصلا من که نمیخواستم این کارو بکنم چون مقاومت میکردم چی شد جو رفتم زیر پاترو مثلا مغزم بود دستور رو این کارو بکنم. حالا تمام شد خوابه بهم فشار رو برده بخواب بود؟ نمیدونم مثلا مدرسه ابتدایی بودم دیگه. تو از سامه بود؟ از سالش بود؟ تو اونجا بودی؟ 9-10 سال 11 سال اینطور بودم دیگه. الان همون شد یا نشد همون که من گفتم 10 سالش. خب چرا ناراحتی؟ مثلا میگم تو بچگی تو شما شاید هم همین الان خیلی این سوال داشته باشن، مثلا میگفتن که مثلا پات از زیر پتو بیرون بمونه یه حس بدی داری سری پاتو میگذاری زیر پتو، این اصلا کجا میاد که همه اینجوری بودن؟ میگی زیر تا خیولا هستی. خوب ندیدیشون مگه؟ آقا مثلا ما اولا تخت نداشتیم تو مگه شرکت هیولا رو ندیدی؟ آقا کارخونه هیولا؟ کارخونه؟ ندیدم کمپانی ندیدم. ندیدی؟ نه واقعا بستنی یخی نمیخوری؟ نه ندیدم جدی. خیلی ها میگم ببین ولی ندیدم بچگی هم ندیدم. هنوز سرش بابا دلیل خب نه منظور اینه که آقا مثلا چه تایمی مثلا تخت نداشتم تا شاید داشتم ولی اون داستانه بود مثلا اول ربطی نداره زیر پتو میاد. همون اصلا یه چیز عجیب غریبیه، فوبیای عجیبیه. احتمالاً یه سری چیزش برمیگرده به اون مثلا خوابت نمیبره. بعد مامانت اذیت داری می‌کنی میگی بخواب ولی نه اینا میاد. اون آره شاید تو بچگی همین. از اونجا به نظر یه چیز دیگه نداره یا یک دو تا فیلم سریالی یا دوستات شنیده باشی. ولی برمیگم به بچگی کم دیگه سنی کم. فضای تاریکی و تنهایی توی خواب و این داستانا که اصلا تو بچه‌ای تنها تو بچگی خیلی با تاریکی و ترس آشنا نیستی که. چرا دیگه بچه‌ای از تاریکی به هر حال همینو میخوام بگم. و اون لحظه که تو تاریکی هستی تو اصولا توی تخت تاریکی دیگه، تو تختی و تاریکه. یه طبیعتاً از اون تاریکی و یخچال که ترس نداری که تاریکی با تخت تجینه با رخت خواب تجینه دیگه. یخچال هم میتونست ترسناک یه صدای میداد قلنج میشونه آره شب یه دفعه تنها بودی. خب الان چیزی نگفتی، الان مثلا با خواب مشکلی داری نداری؟ خوابت راحت میبره نمیبره؟ کابوس میبینی چی؟ یه بچگی کنه خوب صحبت می‌کنه. یه گلدن تایم اصولا حالا من که این شکلی هم دیگه فکر کنم همین باشم دیگه. یه گلدن تایمی داره که خوابت میادش و اگر تو اون تایم بخوابی خیلی راحت خوابت میبره، ولی اصولا من یه مقاومتی نسبت به زود خوابیدن دارم. یعنی حداقل میگم بذار یک بشه بعد بخوابم. الان اینجوریه.
آره دیگه از بچگی هم اینجوری بودم. نه من خیلی اینجوری نبودم. یا الان زندگی یه جوری شده که شب بیدار مخصوصا الان که اون تایم شخصی رو کم دارم این شکلی که حالا از سر کار که میام تازه مثلا 12 که بعد تو میگم من یه ساعت یه چونه فیلمی ببینم یه مثلا گوشی بچرخم یه کتابی یه چیز حالا هر چی یه فضای شخصی واسه خودت داشته باشی و اون فضا رو میخوای داشته باشی یهو دیدی که شما تو به یه چیزی مشغول میشی این ساعت میگذره یهو بیخواب میشی دیگه. اون این داستانه برام الان هستش ولی دوره‌هایی بوده تو زندگیم که صبح زود پا میشدم و فعالیت روزانه یه چیزی داشتم که شب خسته خواب بودم و خواب برام لذت بخش بود. اون روتینه برام جذاب بود. موضوعی که تو راجع به خواب داری میگی یه زاویه دیگه باید ببینی که به نظرم جذاب‌تره. کلا اصلا خواب چیه؟ خواب دیدن چیه؟ میخوام به همین داستان برسم دیگه. واقعا وارد دنیای دیگه میشی یا نه؟ اون ذهنت توی داده‌هایی که تو روز گرفته تبدیل میکنه به یه سناریویی که تو مثلا خواب راحت‌تری داشته باشی. مثلا دیجاوو ببینی یه چیزایی و اون تو زمین ناخودآگاه و خودت ریلکس باشه جسم تو این داستانا یا چیه؟ خواب این خوابی که داری میگی خواب دیدن رویا دیدن. منظورم اون خواب دیدن یا اون رویا کابوس؟ رویا رو میگه دیگه همونه دیگه. ببین می‌خواستم به همینجا برسیم دیگه. اول می‌خواستم ببینم آیا اصلا مشکلی داریم با خواب نداریم فلانه که آیا مثلا میگم شاید مثلا کابوسایی که من می‌بینم بخاطر مشکل خوابم باشه یا مثلا فلان باشه و اینا. خب تو خودتو چه جور خوابایی می‌بینی معمولا؟ اگه اروتیک نیست. اگه نه جدی. من می‌بینم 100 تا داف دورم همه واقعیت نه واقعا نمی‌دونم قشنگ بود. اگه می‌دونم چه خوابایی می‌بینی؟ تو ذهنم یه سوالی راجع به این داستان بود که اونایی که چنین تو خواب می‌میرن اگر مثلا یه خواب خوب ببینن چون خواب می‌میرن تموم میشه یا نه واقعا چه جوریه؟ من خبری نداریم که خوب بدونی چی میشه. خدا یا چه بدونم میگم به نظر من کسی که تو خواب می‌بینن مثلا نه به نظر من این داستان نیست که تو اون رویاه بخوای سپری کنی اینا اگر واقعا اگه اینجوری نباشه خیلی تو خواب مردن خیلی چیز ترسناک‌تر از حالت بیداریه. نه دیگه ببین دیگه خودآگاه داره یا ناخودآگاه دیگه. ناخودآگاه داره نادرسته. تو خواب مردن واسه اینه که مثلا تو درست نمی‌کنی چون خودآگاه بیدار نیست درست نمی‌کنی ولی ناخودآگاه داره اون خوابو برای تو پلی می‌کنه. ریلکس ایدئالی هست. اوکی دیگه تو این داستان مرگم که نمیدونی چه اتفاقی داره میفته. احتمال داره تو همون داستانی که روایت میکنن تو میلی ثانیه آخر چون اونجا زمان دیگه فرق میکنه تو حالت نرمالش نیست دیگه. حالا چیزایی که شنیدم میگن تو همون میلی ثانیه شاید بیدار شی و اون میلی ثانیه بعد 1 ساعت بگذره و تو مرگ قشنگ تو بیداری تجربه کنی و بمیری. نه ببین توی حالت عادی که کسی میمیره خب اون هورمونایی که تو مغز ترشح میشه باعث میشه توی حالت خلسه‌ای بری. خب وقتی خواب باشی بیشتر میشه و بیدار میشی. اون چیزی که میگی که نقض اون حرفی که داری میگی که تو خواب اون خوابه تو ناخودآگاه داره پلی میشه وقتی که تو میمیری تو حالت نرمال بیدار خب تو حالت بیدار که داری میمیری یه چیزایی تو بدن یه هورمونای ترشح میشه که مرگ رو دیگه حس می‌کنی اصلا. میگم خب تو خواب همونه دیگه. تو خوابی داری همون حالت تجربه می‌کنی. خود خواب رویا داری می‌بینی و میمیری. خب میگم بس خودآگاه ترشح هورمونی نیست تو خودت ناخودآگاه تو فضایی اتفاق میفته در هر صورت. خب اون اتفاق هورمونا میفته برای اینکه بدن اون درد رو حس نکنه که تو خواب بپری مثلا یا تو حالت وقتی که توی خوابی بدن چند تا مرحله داره. نه توی مرحله عمیقش رم باشه مغز بدن تو فلج میکنه به طور کامل و تو هیچ دردی رو حس نمیکنی. نه چرا از درد رو حس نمیکنی. اون درد اونجوری نه بزنه تو صورته. اون که دردی که توی خوابه دردی که توی به خاطر اینکه تکون نخوری. حالا بعضی تکون میخورن تو خواب دیده باشی تو خوابی نمیتونی خیلی کاری انجام بدی چون تو حالت عمیق خوابت بدن تو رو خنثی میکنه به خاطر اینکه نتونی تکون بخوری. سگا رو دیدی چجوری مثلا خواب میبینن میدون تکون میخورن توی انسان اونجوری نیست. بدن رو کاملا خنثی میکنه که این کارا رو نکنه و بخوابه. میگم تو اون حالت اون درد رو حس نمیکنی اگه بمیری. خب دیگه احتیاجی اون هورمونا نیست که میگه ترشح میشه فلان میکنه. من حرفم بود که تو خواب اگه بمیری
چه شکلیه اون چه شکلیه. تو میگی که جفتش تراشون خیلی حالت چی میگن غیر قابل دسترسیه، یعنی یه چیزی که باید اول صحبت کنم فقط فرضی است. اون جالبه خیلی فرضی است. نه از یه سری خیلی فرضیه تو رو. ببین مثال میگم، مثلا تو خوابی خب آره بدنت اوکی، واسه کدومش فرضی طوره؟ اینکه آیا مغز بدن اون خالی، نه اینکه آیا مثلا چی میگن توی اون حالت این هورمون یعنی فرضی طور یعنی باید یا آزمایش شروع کنن اونی که من اینو نگفتم. حامد میگه که تو اون حالت مرگ اون هورمون رو ترشح میشی، تو حس نکنی اون حالت از مرگ رو که حالا نمیدونی دردآور مرگی یا نه. چرا دیگه میگن ارگان‌های بدنت خب همشون دونه بدونه داره خاموش میشه و این کاملا دردآور. مثلا تو خوابی داری میگه مثلا بدن فلج شده درسته، ولی آپاندیس تو خواب بتره که تو بیدار نمیشه از خواب، اون دردی که تو بدنت یه دفعه بابا همین مثلا پات میگیره تو خواب یا بلند میشیم که آقا پام گرفت چرا بعد میفهمی اون درده؟ من نگرفتم. آقا این اتفاق میفته مثلا نمیفته؟ تو خدمت زیر پای بچه‌ها فندک میگرفت خواب برن. نه اون بیرونیه داخلیه آقا. گفتم که اینو بزنی نه اون آره داخلیه داریم میگیم دیگه. مثلا میگم رگ پات میگیره یهو مثلا داداش من خودش اینجوری بود چند سال یه دفعه پاش میگیره بلند میشد پام گرفته مثلا کاری هم نمیتونه بکنه، اون درد داخلی بیدار میکنه تو در خواب. اون هورمونا ترشح میشه که ارگانای بدن داره دونه بدونه خاموش میشه. تو هیچ کس نتونسته که حالا من نمیدونم با توجه به استناد ایشون من اینو شنیدم از چیزا مستندی راجع به موقع مرگ وجود نداره که یک سری آره بعدم بهت معرفی کنم. نه هستش آقا که مثلا موقع مرگ طرف گفتم من استنادم به حرف شاهینی که ببینن چه داستانی تو بدنش داره اتفاق اصلا این هورمونا ترشح میشه. نه اینکه تو خواب بمیره اون ترشح میشه و این نمیشه، این داستانا رو میگم. میگم کسی مثال دارم میگم اون کسی که تو حال احتضار مرگ اونم کردن دیگه، یکی که تو حال احتضار مرگ فلان و این داستان میگم یا نه آزمایش این شکلی وجود داره یا نداره. خب ما الان یا باید بریم سرچ کنیم ببینم چون چیزی وجود داره و اثبات شده یا نشده. این که دیگه آیا تو اون لحظه این هورمون ترشح میشه یا نه، خواب تو هم حالت دیگه چه لزومی داره ترشح بشه. میگم یعنی که این دو تا صبح هم رو بهش صحبت کنیم چی ازش در نمیاد. مثلا که باید بریم اون حقیقت ببینیم مستندی وجود داره در موردش یا نداره. میگم بیایم سر این بحث خوابه رو میگم این تو اون فرق نشیم بحث همین رویاه. خب داستان رویاه گفتم آقا چه خوابایی میبینی؟ اصلا نه جواب من نمیده. نمیده جواب من اصلا تکلم هم از دست دادم. از ایشون بپرسم یه دیدی یه وقته یه خوابایی میبینی که هی ادامه داره، یعنی مثلا تا شده مثلا این شکلی باشه که مثلا دو تا مدل یکی این که یه کابوسیه که تو مثلا توی سالهای متمادی تو برهه‌های زمانی مختلف مثلا این خوابه رو هی می‌بینی، یعنی اون یه بار می‌بینی اون نه یه خوابی تکراری ببینی. مثلا چی میگن توی خوابی می‌بینی که مثلا یه خانواده‌ای داری یا مثلا یه فلانی داری و هی مثلا 5 سال بعد دوباره این خوابو با اون آدمو می‌بینی. حالا ممکنه شیرین باشه یا کابوس باشه. یکی این، دوم این که مثلا شب میای چشم من می‌خوابی یه خواب بعدی داری می‌بینی خواب پا میشی دوباره می‌خوابی دوباره ادامه‌شو می‌بینی دوباره پا میشی دوباره می‌خوابی دوباره ادامه‌شو می‌بینی. این دو براتون افتاده؟ یه بار این داستان دومیه برای من یه بار اتفاق افتاده. من یه کابوس چیز داشتم باشه خیلی حال میده. نه بابا کابوس دارم من کابوس خوبی اتفاق نمیفته برای این داستان. یه کابوسی داشتم چیه؟ بخوابه؟ آره یه کابوسی داشتم اکثرا هم تو ورسک من این کابوس رو میدیدم. یعنی میرفتم ورسک این شکلی بود که میخوابیدم خوابه رو میدیدم پا میشدم دوباره میخوابیدم دوباره ادامهش دوباره، یعنی مثلا یه روی میخواست من بکشه دنبالم میکرد دوباره بیدار میشد آقا چه اسیری هم ول کن بزرگ من نمیخوام ببینم فرار نکن. چه اصراری داشتی سری هم میخوابیدی ها؟ یکی این شکلی بود. یه خواب دیگه هم بود که توی سالهای زیادی مثلا من اینو هی میدیدم و این یکی قشنگ بود، مثلا یه رویا. حالا که در مورد خوابی میبینی کنار چیزی راجع به چیز شنیدی؟ رویای پروانه‌ای؟ پروانه‌ای یعنی اینکه یه خوابی رو میبینی یه اتفاقی توش میفته باعث میشه یه اتفاق دیگه بیفته. نه اثر پروانه‌ای رو نمیگم، رویای پروانه‌ای. این دوتا هم چقدر تو میدونی؟ ندارم
اصلا نبود تو میگه نمیدونم چیه. نمیدونم چرا بود. راجع به اینه که مثلا یک انسانی خواب یه پروانه رو میبینه که تبدیل به پروانه شده، بعضی که بیدار میشه فکر میکنه که نکنه یک پروانه است که خواب یک انسان رو میبینه. این شنیدم اینو مثلا یه ذره چیزتر مدرن تر مثلا الان تو خواب یه نفری مثلا شاید مثلا یه کلاغ داره انسان شده یا تو من مدرن تر شنیدم میگه مثلا خواب مثلا دنیای اصلیه، بیدار میشی فقط یه سری اطلاعات جمع میکنی که بری دوباره تو اون زندگی. اینا خب فرضیه است همشون دیگه، ثابت شده که نیست، امکان داره. نیست میگم نظری راجع به این نداره، نظرت درسته؟ نه به نظر من نه. وقتی آره این دنیا وقتی خب تو حواس پنجگانه من حالا چون اون موضوع رو مطرح کرده بودی این کتاب رو دم دست بود آوردم. یه بخشش هستش تو همون چنین گفت زرتشته، یه بخشش هستش جزو بخش اولیه کتابم هستش که مثلا به زرتشت میگن آقا یه بابایی هستش، یه پیر فرزانه‌ای هستش، این در مورد فضیلت‌های خواب صحبت میکنه و خیلی مرید داره و فلان این اصلا میره پیشون که ببینین چی میگه و مثلا صحبت‌ها رو گوش میکنه و حالا یه نظرش رو در مورد اون مثلا آدم و اون افکار اون آدم میگه. حالا نمیدونم خیلی چیز باشه یا نه، ولی میشه اونم یه تیکرم بخونیم راجع به دیگه بخون صحبت کنیم. دو تا موضوع به ذهن من رسید، اینا رو تیتراشو فقط میگم که یادمون باشه. یکی این که اون موضوعی که گفتی مثلا آدم تو خوابش با یه خانواده دیگه‌ای و فلان و اینجور داستانا، در مورد اون یه چیزی دارم. و بعدیش هم اینه که خواب لوسیدو، در مورد خواب لوسید می‌دونی چجوریه؟ اونم یه توضیح. خیلی درگیر خواب بودی تو. آره واقعا خب میگم یکی از دغدغه‌های زندگی من اگر یه کات چند ثانیه بزنی یه یادداشت خلاصه‌ای هم از این دارم که بتونم در بیارم این تیکه رو. اینجا زرتشت مثلا بهش میگن یه آدمی یه فرضی یه فرزانه‌ای وجود داره، اینا مثلا گفته‌هاش خیلی در مورد فضیلت خواب و ایناست، میره پیش اون، حالا داره اون پیر فرزانه صحبت میکنه، میگه قدر خواب را بدانید و حرمت آن را بزرگ بدارید، چرا که خواب از مرتبتی بالا برخوردار است و از همراهی با بدخوابان و آنان که پریشان خوابی بر آنان چیره شده بپریزید. بعد ببین این جمله فعاله، میگه دوز نیست در برابر خواب شرمگین می ایستد و در دل شب به آرامی گام برمی‌دارد، اما بیدار گستاخ کرنای خود را نیز به همراه می‌آورد. همین چی میگه؟ تو رو میگه هر چیز خسایده بس بیداره گستاخ. انسان به آسانی نمیتواند دریابد که چگونه تسلیم آرامش خواب می شود و تنها کسی میتواند به این حقیقت واقف شود که دریابد طول روز را چگونه بیدار مانده تا پلک‌های چشم را در شب برهم نهد. بر توست که روزانه نباید در برابر خود فلان کنی، یه باید پایمردی کنی، فلان خود خسته کنی و تا بتونی روحت اون افیون خواب رو برات فراهم کنه و این داستان ها. واقعا خواب یه افیونیه. تو باید روزانه 10 بار بخندی تا آرام شوی، شب هنگام معده بعد تو را نیازارد، چرا که معده خواستگاه همه درداست و فلان. حالا خیلی طولانیه این تیکش دیگه، این تیکه را دوست داشتم بخونیم، ولی یه جاش میاد میگه که این از نیچه. آره اما اوایلش یه چیز داره، میاد میگه که حالا بعد این صحبتاشو میکنه، صحبت این پیر و فرزانه در مورد خب یه بخشیه مثلا یه 5-6 تا پاراگرافه، بعد نیچه میاد نظرشو در مورد این میگه، مثلا میان از اونجا بیرون، بعد میگم آقا نظر در مورد این چی بود، بعد این صحبتای مثلا زرتشت در مورد اون پیر فرزانه است. میگه قاعده فرزانگیش این بود: بیدار باشید تا خوش بخوابید، و به راستی اگر زندگی همچنان معنایی نمی داشت و میبایست من نیز حکمتی بی معنی برگزینم، هرگز قاعده از این بهتر بر نمیگزیدم. ما هم باید شبیه توشی سریع جا عوض شد. میگه که بیدار باش آقا تا صبح بیداره. نه نمیگه آقا، میگه تحریف خوبه دیگه. آره چی میگن این بحث این خوابه و این چیزا خیلی واقعا تاثیر عمیق و چیزی، یعنی توی همه چیز داره، یعنی توی شما مریض هم میشه دیدی میگه آقا
مثلا خوابت کم میشه، سیستم ایمنی بدنت میاد پایین و من سریعتر مریض میشه، نمیدونم میزان خون رسانی، اکسیژن رسانی به مغزت میاد پایین فلان میشه و این تا آرزه دیگه پشت سرش میاد. اما یه کرمی هستش مثل همه چیزایی که خدا متعال برای ما فایده، بعد یه دونه دست چیزی هم بالا سرش گذاشتی که آقا نکنید. این هم دقیقا این شکلیه، یعنی که خوابه خیلی چیز جذاب و لذت بخش و فلانی، همون طرف هم یه کرمی هستش که آرامش شب خیلی برای همه جذابه، برای اکثر آدم‌ها دیگه، با این بیدار موندنه و این کرم این که فلان کنم زندگی شب ولی بالاتره به نظر خیلی من. خوابم میاد. خوابت گرفت؟ پیر فرزانه این قدرت جذب دیگه، دیدی پیر خواب سوال این جذب دیگه. پیر فرزانه رو خب بگو. خیلی خوب آقا. خواب لوسی. لوسی دو ول کن. اول اون داستانو بگم. ببین من یه مدتی بود، حالا اگه از بچه‌ها کسی هم این اتفاق براش پیش اومده حتما تو کامنت ها بگه ببینیم که من تنها نباشم، حداقل خدا کنه. ببین یه مدتی بود ما هم زایده تغییر یا دقیقا ببین یه مدتی بود من اینجوری شده بودم که مثلا میخوابیدم بیدار میشدم، بعد پس ذهنم خوابم یادم نمیومد، خب ولی پس ذهنم میگفتم خدایا من یه خوابی دیدم که هم جالب بود هم ترسناک بود هم عجیب بود، چی بود این خوابه چی نبود، بعد اصلا از ذهنم میپرید. مثلا حس میکردم مثلا یه نفری تو خوابم دیدم یه همچین چیزی. خانواده تو غذا دانو نمیختن؟ نه بابا بعد خدا چیکار بکنم. میخوام یه عجیبه چی قامت نداره. بعد خلاصا مثلا این قضیه مثلا یه 2 هفته ادامه داشت، خب مثلا هر روز نه ها، مثلا یه روز در میون 2 روز در میون، تایم مشخصی نداشت. بعد یه دفعه مثلا تو خیابون داشتم بعد از ظهر راه میرفتم، بعد از ظهر هم پاییزم بود هوا خیلی گرفته و فلان و اینجور داستانه، بعد از ظهر داشتم راه میرفتم یهو خشکم زد وایسادم، مثلا یه حس عجیب غریبی بهم دست داد. چی شده بود؟ قرص ترکی. نه اون که نه ترکیده بودن. یهو تو ذهنم اومد که این خوابایی که میبینم همشون رو میشناسم، یه سری آدما رو دیدم باهاشون رفیقم خانواده‌ام هم فلان، اما همشون رو میشناسم، چقدر آدم خفنی هست. تو یه آن واحدم پرید از ذهنم همین داستان. خب پرید، گفتم اینا کی بودن تو ذهن من اومدن، چرا من انقدر میشناختمشون، چرا انقدر حس مثلا چیز عاطفی به اینا داشتم فلانی بوده اینجوری بوده، اینا کی بودن کی نبودن. همین باعث شد مثلا حالت تهوع بگیرم، در این حد رو فیزیکم هم تاثیر گذاشت این حسه و پرید کلا دیگه. مثلا این موضوع پرید تا مثلا چند سال بعدش یه بار دیگه مثلا این اتفاق افتاد. واقعا هم عجیب غریب بود، خیلی حس عجیب بود. امیدوارم هیچ موقع نه کسی مثلا این حس رو به دست بیاره تا حالا تجربهش کنه و خودم دوباره تجربهش کنم. اصلا نمیخوام. چرا کی گفتی باحال بود که ببین باحال بود که تو فکر یا تا بیشتر توضیح بده. ببین تو بحث ذهنیشو بذار کنار، بحث عاطفیش هم هست. خب مثلا یا الان پدر مادر تو چقدر حس عاطفی بهشون داری، خب یه برای یه سری آدمی که وجود خارجی نداره تو دنیای الان دلتنگ میشی فلان میشی و احساس چیز اصلا یهو میبینی که آقا یه خانواده یکی دیگه مثلا او اینا، بعد یهو همونا از ذهنت میپره، همشون نابود میشن در جا. بعد یهو به خودت میای میبینی که تو این زندگی مثلا یه همچین حسی و اینا کلا تو 1 ثانیه 2 ثانیه اتفاق میفته. این حجم از اطلاعات تو 1-2 ثانیه مثلا بمبارون نت میکنه هاشه. بعد میگی که من همچین فضایی رو تجربه کردم ولی نه به این شکل و به این نه، ولی همچین چیزی تجربه کردم. یعنی اصلا این اتفاقی وقتی حالا گفتی چیزه، ولی وقتی هستش که تو در مورد یه سری از داستان‌ها یه سری از مسائل یهو که مثلا مدت‌ها داری روشون فکر میکنی، فکرتو مشغول کرده فلانی و هیچ نتیجه گیری نمیتونی بکنی، یهو توی آن یه رابطه درستی شکل میگیره، این منطقی همه چیز با هم چیده میشه و تو میگی که این چیزی که اینقدر مثلا تو ذهنم منو مشغول کرده و فلان اینا، تو اینو مثلا دلیلش رو تونستی بفهمی ولی بعد دوباره تو همون کسری از ثانیه دوباره دستش میدی. آره. یعنی تو همون لحظه میتونی اونو چیز بکنی. من یه کابوس دیگه هم داشتم که خیلی انتزاعی بود و خیلی حس عجیب غریبی بود. من اینو مثلا چندین بار از بچگیم تا فکر کنم آخرین باری که اینو دیدم 11 سال پیش بود این کابوسه. خیلی تو فضای کلام نمیاد، یه حالت انگار محشر طوریه، یه حالت این شکلیه که
یه ازدحامی ولی در این حال هیچ کس غیر خودت نمیبینی، یه هیاهوی عجیب و غریب در این حال یه خلأ عجیب. و یادت مثلا توی دموی کتابای انیمیشن انیمه تنتن یه تیکه هستش که یه حالت کره ماننده، تنتن داره با میلو میدوه، یه حالت مثلا داره ماجراجو داره میدوه. من خودمو که دقیقا خودم هم نبودم، انگار یه مرد مثلا تو بچگی میدیدم، یه مرد سمبالای ولی خسته، انگار له شده، مثلا دیگه داره اصلا میپاشه مثلا چه حالتی میدیدم که انقدر مثلا دویده، لباسای تنش همه پاره شده فلان اینا، این لباسا ازش آویزونه و تو فرصت نداری حتی اینو حتی در بیاری مثلا بندازی، مثلا این چیزی از روی شیش آویزون شده، داره مثلا روی یه چیزی انگار یه کره مانندی توی یه خلأ سیاه عمیق و بی انتها داره میدوه و یه تلاش انگار داره یه چیزی فرار میکنی ولی هی اون توپه فقط زیرت میچرخه، تو همونجا ثابتی روی خلأ یا این تو زمینی هم وجود نداره. یه حس این شکلی ته خوابه، یعنی اون هیاهوه و شلوغی و فلان اینا بود، بعد تهش این میشد یهو محو میشد، تاریک میشد. اینو من ببین به هر دفعه که من این کابوسو میدیدم، ته این کابوسو میگم همه جاش خیلی انتزاعی و غیر قابل بیانه، من لغت برای بیانش ندارم، فقط این تیکه آخرش که مثلا همه اون هیاهو من دارم تو همشون میدونم فلان فلان همه اینا، یهو انگار یه دوربینی میره دور و تو این یه صحنه رو میبینی و تموم میشه. و مثلا من دقیقاً یک ماه و نیم بعد از هر باری که این کابوس رو میدیدم یه افسرده شدید عجیب غریب بودم. حالا خدا رو شکر میگم 11 12 سال پیش آخرین باری بود که این کابوس، اونم تازه بعد مثلا 5 6 سال دیدمش و انقدر میگم فضاش انتزاعی بود که برام قابل بیان نبود، یعنی من برای کسی تا تعریفش نکردم که مثلا چی بوده چی نبوده، نمیتونم درش کنم. این تیکش من فقط میگم الان حالا دارم مثلا میترسم نمیش فکر کنم اون واقعا چیزی ترسناکه. آره ببین بعد مثلا میگم مثلا منی که مثلا به مکرر مثلا به مکررات میگن مکرر بهشو برمی‌دارم خوابت گرفته. نه بگو نه کلا احساس کنم خوابت گرفته. گفتم خواب گرفته ولی بیشتر شد. به نظر خودم حق دارم که از خوابیدن بترسم. وقتی این اتفاقات تو خوابم میفته تو بیداری اینجوری و میزنه بیرون، تو میدونی باید چی کار کنی؟ تو باید یه موادی رو شروع کنی. چیکار؟ تو رو یه تریاکی شروع کنی کشیدن اینقدر بگیش بیفتی تو چورتش عشق کنی چورت مرغوب بزنی میدونی؟ یه چیزی چی میدونی؟ نیمی همون چیزایی که میگفتی اونا نمیدونم، اونا خیلی عجیبه برای درد بدنت هم خوبه. خوبه؟ مسکن خوبیه دیگه. چقدر آموزنده با این پیام بسیار آموزنده برابر به پایان بریم. لوسید دریمینگو نگم بگم بگم تمام شد. تو خودت در این دار خوابه کشی میدونی؟ کدوم همون که کابوسه؟ میگم بسه من خیلی اصلا عجیبه نمیفهمه آدم آدم. هیچ فکری نکردید حالا راجبش؟ احساس کنم باید برگردیم اون روزی که اون اتفاق افتاد، یه هفته قبلش چند روز قبلش که اون خوابو ببینی. خیلی بچگی شروع شدی، بچگی یا هر تایمی که احتمالاً یه چیزی در رابطه با اون شکل میگیره که تو دوباره اونو در چیز میبینی. مثلا شاید اتفاق اصلی تو بچگیت باشه و مثلا تو 20 سالگی هم اونو میبینی، یک موضوعی نزدیک به اون موضوع جرقه ایجاد میکنه توی. اگه بخوام ریشه بکنم باید برم تراپی و هیپنوتیزم هم برم تراپیست برداشتی. نه میشه در بچگی خیلی چیز نیستش. نه آخه بابا برمیگرده 10 سال پیش چه میدونه بنده خدا. همین 7 سال پیش بگم استخدامش نمیخوام کنم که میگه که اونجوریه. من میدونم میتونی برگردی اون چه اتفاقی افتاد تو لحظه یا تو اون تایم یه هفته 3-4 روز قبلش احتمالاً به چیزی ربط داره. اینجوری نیست که یهو واسه شده باشه به جایی پیغمبری فلان. من میگم من دارم میگم این نیست اونه. نه میگم احتمالات آدم همیشه در نظر بگیره. اون که تو میگم من احتمالشو میذارم زیادتر البته نسبت به نه من میگم آره اینکه بخوای مثلا به قول احمد ماتریکس خارج شدم یا به یه چیز واسه شدیم و یه تصویر واقعی دیدم، شما نمیگم من کلا یه همچین مدل خوابایی که هیچ دلیلی نه خیلی انتزاعی این خواب هست. میگم یعنی ما اومدم بیانش کنم مثلا
تونستم مثلا اگه مثلا آخرش یه رو فیلم بگیر. باشه 2 دقیقه 30 ثانیه آخرش مثلا این صحنه است. اون صحنه فقط چیزی که متریال میتونه ازش اسم ببرم یه چیزی داره، ولی بقیه‌اش تصویری براش ندارم، مثلا لغتی برای وصفش ندارم، اون هیاهو و اون فلان و اینا رو نمیدونم چیه. حالا لوسید دریمینگ ببین یه چیزی اصلا یه تیکی رو شاید توی خواب باز کنه برامون، یه چیز عجیب غریبیه. یه حالتی از خوابه که شما وقت اسم دیگه لوسید دی داره تهش داره، اسم معنی نداره. میخوام یعنی بگیم اسم فارسیش به خدا نمیدونم چی ترجمهش کردن، سرچ کنید واقعیتش نمیدونم چی معنیش کردن. به همین اسم من آره لوسید تو تا معنیش بیاد رشته کلام من ما میخوام بفهمم ملت بابا داری یه چیزی توضیح میدی تهش رو ادیت مینویسیم چیه دیگه، تو خودت میخوای بدونی چیه. یعنی که خودم میخوام بدونم اونا هم بدونم. بگو. ببین یه تکنیکی هست، شما مثلا میگم شما میخوابی خواب میبینی که فلان جایی فلان کار داری میکنی، این کارو میکنی، این چیزو میبینی، اون چیزو میبینی، ولی کنترلی روی خودت نداری توی خواب که کجا میری کجا نمیری. اون گوشی رو میگیری ببینید چی نوشته، بده من بخونم به خود بخون. رویای شفاف یا آگاهانه. شفاف. لوسید شفاف. رویایی گفته می شود که در آن رویابین از این واقعیت که در حال رویا دیدن است آگاهی دارد. در رویای شفاف رویابین همچنان توانایی کنترل محیط فیزیکی را ندارد و به صورت آگاهانه روی رویای خود کنترل داشته و حتی می تواند صحنه رویا را با میل خود تغییر دهد. در همون چیزه میشه دیگه. چی میشه؟ فیلم نولان بود رویا رو میچیدن برادره. اینسپشن از این شاه ساخته دیگه. ببین این داستان اینی که میگم مثلا ما رو خواب اون کنترلی نداریم و اینجور اتفاقات. حالا اینو میام با یه سری تکنیکا یه سری از آدما این رویای شفاف رو برای خودشون میسازن. خب یعنی میری توی خواب به قول مثلا معروفش میگن لوسید میشی، شفاف میبینی همه چیزو. حالا شفاف فکر نکنم کلمه مناسبی باشه برای این داستان، ولی خب به هر حال مثلا اون چیزی که من خونده بودم و اگر درست بگم اشتباه نگم میگفتن انیشتین هم این کارو میکرده، یا یه دانشمند خیلی خفن فکر کنم انیشتین صادق میگفتن این کارو میکرده. و حالا ببین مثلا تکنیکش چجوریه. مثلا یکی از تکنیکاش اینه که میگه مثلا هی به ساعتت نگاه کن. خب مثلا یکی از تکنیک یا یکی از تکنیکاش اینه که میگه مثلا توی روز مثلا اینجا دست داری بشکن بگیر، همینجوری هی بشکن بگیر توی روز که عادتت بشه. روز عادی آره توی روز که بیداری داری کار انجام میدی اینجا رو مثلا بشکن بگیر یا اینجا رو بشکن بگیر یا اینجا رو بشکن، یه کاری بکن که مثلا اینجوری باشه. خب یه درد بشکن نگیر یه درد رو حس کنی مثلا یه ذره، بعد این هی برات مثلا عادت بشه، تو مثلا یه هفته 2 هفته این داستانه برات توی عادت میشه، میره تو ناخودآگاهت که این کارو بکنی. بعد که میخوابی این توی ناخودآگاهت رفته توی خوابم این کارو انجام میدی. خب یا مثلا به ساعتت نگاه میکنی توی خوابم، میگن که به ساعت نگاه کنی ساعت نمیبینی. یکی که دماغه تو خوابم دماغه نه یه چیزی درد حس کنی دیگه، یعنی چیز خودآگاهی که برای این کار طراحیش کرده باشی. توی خواب که مثلا این کارو میکنی یه جوری بکنی خون بیاد بذار بگه نمیگم خودش حرف میزنم همینجور نشستم دارم گوش میدم بندهای شیطانی میکنم. یه میخوام انجام بدی بابا قصد نمیسی کارو کنی اونجا شروع کنم. آره این کاری که میکنی توی خواب میبینی که دردی حس نمیکنی. خب دردی که حس نمیکنی میفهمی که توی خوابی، ناخودآگاهت متوجه میشه که توی خوابی و لوسید میشه خوابت. اون زمانی که تو خودآگاه توی خوابت داری حرکت میکنی میگی که من خوابم میدونم بس باید الان چیکار کنم، ناخودآگاهت متوجه میشه که توی خوابی و خوابت لوسید میشه. میگفتم مثلا انیشتین حالا یا همون دانشمند بزرگ میرفته توی خواب تئوریاشو تست میکرده. میدونی چی میگم؟ خوابش طولانی نه بعد قانون خواب که بود قانون واقعیت زمانی اینو متوجه نمیشه که آره توان واحد از اینجا میره اونجا. ولی ببین من 1-2 بار این کارو تست کردم. خب چندین سال پیش همون لغاتی کردی خیلی سریع خوابت نمیبره. نه دیگه بعد من 6 سالگی میگه تست نکردم اینو که من حسابی مثلا 7 سال پیش 6 سال پیش تست کردم. همین امشب شروع خیلی چیز عجیبیه واقعا. ببین توی بیداری اصلا واقعا از شدی
وصل شده که وصل نمیشه به جایی همون که داستان اصلا. شفاف دیدی. آره شفاف دیدم. رفتی چیکار کردی؟ مثلا عقدت چی؟ تو حالا نشده مثلا تو خوابت بدونی که خوابه؟ چرا ولی اختیاری نداشتم اختیار اینجا نداشت. اختیار داری. اینجا اختیار مکان رو داشتم. من اونجوری شما که یادم و از خیلی کوتاه بود برای من. این تمرینی که مثلا نه خیلی یه جوری خیلی موهوم در مورد این بحث صحبت می‌کنم یه نیمچه اختیاری میتونی بری یه سری کارا کنی. فهمیدیم دیگه. خب چیکار کردی؟ اه، اصلا نه. نه اصلا با همینم که خوندی گفت تو نسبت به کلیت فضا و اینا تأثیری چیزی نداری، فقط میتونی مثلا چه میدونم الان خواب داری میری تو این اتاقی، خب چه میدونم میتونی بری تو خوابت چه میدونم بری سر یخچال کیک خوشمزه ببینی کیک رو بخوری. خب دیگه. همون اختیار این شکلی داری، ولی مثلا در مورد فضا و محیط اختیاری نداری. با توجه امکانات تو ما محیط دیگه رفته چیزاشو آزمایش کرده. محیط رو میتونی انتخاب کنی تا یه حدی. مثلا در باز کنی بری بیرون. آره مثلا یه همچین داستانی داره. حتی خیلی اونایی که میگن میتونی در باز کنی بری بیرون، ولی پشت این در الان چه میدونم همین راپل یا مثلا دریا میبینی اون دیگه دست تو نیستش، تو میتونی انتخاب کنی بری بیرون. میگی تا اینجا دیگه. خب این چیزی که میگن بعد میگن کسایی که فکر می‌کنم تو اون لول بابا بذار حرفمو اون بزنم. لول هم داره که بخوای که خدا رو بشه همینو چی میگم. باشه. همینو میخوام بگم. اون کسایی که آره. بیشتر چیز این تربیت. میگم کسایی که اینو هی تمرین میکنن به مرور زمان، مثلا 10 سال یارو داره این کارو میکنه، هی اختیاراتش بیشتر میشه توی اون خواب. بازارشون هم بزرگ. آره احتیاط بعد پیدا کنم به خواب آخه اونجوری، چون دوست داری همش بری تو اون آره دوست داری بری تو اون حالت حالت آواتار میشه دیگه، میری خب مثل اینسپشن دیگه. فرفره اومد دیدی من خوابم کامل بیدار نکن. چه حالی چیکار باید کنیم؟ یه بار دیگه بگو همه با گفتم دیگه. همه اینجوری کنیم یه کاری کنید دردتون بیاد دیگه. یه تکنیک یه کاری کنید رقصمون. یه تکنیکش اینه که مثلا یه تیکی رو به خودت بخورونی که مثلا این کارو بکنی، عادت بشه برات این کارو بکنی، درد رو حس کنی. بعد که میری توی خواب ناخودآگاهت این کارو میکنی، میبینی درد حس نمی‌کنی. اون لحظه است که مثلا اون حالت به دست شد. واقعا حالت عجیبه پیشنهاد نمی‌کنم واقعیتش. من خودم مثلا حال نکردم این موضوع. خودم دیگه انجام بودم. چرا حال نکردی؟ تو بیداری تاثیر میذاره. مثلا اون حسی که تو اون خواب داشتی تو بیداری که میاد، اگه نتونی باش کنار بیای اذیتت میکنه. این منی که انجام دادم پیشنهاد نمیکنم. حالا خودت این چیزا رو طبعا خوندین دیگه. ژاپنیا یه چیزی سیستمی درست کردن که خوابتون میتونه تصویرش بسازه. و تصویر خواب رو دیدی؟ خیلی مثلا پرهار میریزه، ولی خب انگار مثلا ما دوری مرار بسته 30 سال پیش داری میبینی دیگه. بی کیفیت ولی دیدنش خیلی عجیب غریبه. تو بتونی مثلا من بتونم تو دیگه تو خواب دیدی میبینم مثلا پرهار میریزه. خلاصه مبحث خب خیلی عجیب غریبه. 45 دقیقه داریم در موردش صحبت می‌کنیم، همچنان بازم خیلی مبحث‌های دیگه داره. 45 دقیقه نیست، رفتیم اومدیم. حالا 40 دقیقه. هرچی کوتاه‌تر بهتر. آره. اما حالا شما هم اگر صحبتی داشتین بگیم به ما در موردش. خیلی چا چی؟ نه خیلی خوب. خیلی خوب. درود بر شما، متشکریم ازتون. استفاده کردیم. حالا اگر شما هم نظری داشتین بازم میگم بنویسیم برامون. چیزی خواستین زنگ بزن. غذا می‌خواد. آره.